سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که هر جای این دنیا هستین حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. ویدیوی امروز من راجع به مقوله کتابه، حالا هر چیزی که به کتاب مربوط بشه، ولی خب ایدهش به خاطر این به ذهنم اومد که دیروز روز جهانی مترجم بود. منم که نمیدونم که میدونین یا نه، مترجمم، یعنی هم موقعی که ایران بودم کتاب ترجمه میکردم و هنوزم گهگداری این کارو میکنم، چون کار مورد علاقمه. یعنی از اون کاراست که بهش عشق میورزم. وقتی که این کار رو انجام میدم مثلا نمیفهمم زمان چجوری میگذره و اینا. بعد در مورد کتاب و کتابخونی دوست داشتم حرف بزنم. یه خورده گفتم بهتره که ویدیویی درست کنم. دوست ندارم حرف تکراری بزنم، ولی خب متاسفانه تو این دور زمانه کتاب خوندن خیلی آمارش اومده پایین. همه سرا تو گوشی و فیلم و چیزای کوتاه کوتاه. اصلا تحمل این که بخوایم وقت بذاریم چند صفحه کتاب بخونیم نداریم، هممون بی‌طاقت شدیم. من خودم که ادعا میشه که کتاب خونم و حدود بیشتر از 70-80 تا کتاب ترجمه کردم و الانم همچنان ارتباطم با کتاب حفظ کردم. یه مدتی فاصله که میفته بینش، دوباره که میخوام برگردم به کتاب خوندن خیلی سخته تمرکز کردنه. ولی خوشبختانه یه مدت دوباره برگشتم به کتاب خوندن. ولی من اخلاقم اینجوری، حال نمیدونم بقیه اینطوری هستن یا نه، یا مثلا نسل جدیدتر. مثلا پسرم کتابای الکترونیکی میخونه یا کتاب صوتی گوش میده. من کتاب صوتی نمیتونم گوش کنم، خوشم نمیاد. پادکست خیلی گوش میکنم. به قول امیر حسین قیاسی پادکست پرسنم. ولی کتاب باید حتما کتاب کاغذی بخونم. متاسفانه نمیتونم. حالا کتاب کاغذی هم که اینجا کمه، به هر حال میارم. حالا کتابی که دارم میخونم اینه، وزن رازها، که شروعش کردم. متاسفانه مریض شدم، یه چند وقت ولش کردم نخوندم، ولی دلم میخواست اول از همه اینا رو نشونتون بدم. این نشانک‌ها رو پسرم از ایران واسه من آورده. خیلی بامزه. اینا که این گیلیمه، یعنی از جنس گیلیمه دیگه، کار دسته. بعد پشت هر کدومم یه چیزی نوشته. خیلی بامزه است. ولی از همه بیشتر من عاشق این شدم. این خیلی بامزه است. اسمش گوشه‌گیره. یعنی گوشه صفحه کتاب میذاری، بعد گمش نمی‌کنی. حالا بذاری من بازش کنم نشونتون بدم. بذاریم پشتش اول براتون بخونم. پشت هر کدوم یه چیزی نوشته. پشت این نوشته: زانوی غم بغل نکن، این گوشه گرفتن ها به تو نمی آید. آواز بخوان، بزن زیر خنده، برقص اصلا، قبل از چای، وسط چای، بعد از چای. کتاب بخوان، زیاد بودن صفحات را بهانه نکن، این گوشه گیر را ساختن برای همین وقتها. شاید کتابت که به خط آخر رسید یا خودش آمده باشد یا پیامش، و یا اصلا یار دیگری که یاد او را شسته باشد و برده باشد از بیخ. خیلی قشنگه. من خیلی خوشم اومد. این الان چند ماه آورده. من منتظر فرصت بودم که همینطوری بشینم یه ویدیو درست کنم براتون که بازش کنم استفاده کنم ازش. اینها خیلی بامزه است. میگه گوشه‌گیر مال همین وقت هست که میخونی حوصله نداری اینو بذاری و بذاری بعدم بخونی. مثلا اینها میگه من تا اینجا خوندم، اینو میذاریم گوشه صفحه. خیلی گوگولیه. اینها
میذاریم گوشه صفحه، کتاب میبندیم. خیلی بامزه است. یکی اینو گفتم نشونتون بدم. اینام که دیگه طرح گلیمه. پشت اینا رو میخونم حالا براتون. نوشته که همیشه کتاب حرف دلم رو راحت تر میزنن. انگار سفر کرده باشد توی تار و پود جانم و حرفم را از لابلای دریچه های قلبم بیرون کشیده باشد و کف دستم بگذارد. برای همین است که وقتی احساساتم غلیان میکنند و نیاز به یک تشتر، نیشتر فکر کنم منظورش بوده ولی اشتباه تایپیه، نیاز به یک نیشتر دارند برای سرریز شدن پاپیچ کتاب‌هایم میشوم. مثلا همین حالا که بودنت قلبم را به هیجان آورد و چشمهایم را از ته دل خنداند. همین حالا که میخواستم ولی نتوانستم بگویم چقدر داشتنت تلاطم روحم را آرام میکند. دست به نشانک شدم که تو را توی عاشقانه های سعدی پیدا کنم. نیست نشان زندگی تا نبود نشان تو. چقدر بد خوندم. از آدم وقتی میاد از ایران بیرون لنگ در هوا میشه. نه فارسیه دیگه اونقدر خوب میمونه، نه انگلیسیه خب قاعدتا مثل زبان مادریت میشه. سعی باید بکنیم به خاطر همین ماها که مهاجرین مثلا کتاب فارسی بیشتر بخونیم. ولی خب حالا یکی هم میخونم براتون. خیلی قشنگن اینا، خیلی خیلی دوستشون دارم. قالی همیشه شریک شادی و قصه دخترک شادیکار بوده. دستش که زخم میشد قالی اشک میریخت و محصول زمین ها که پربرکت میشد تار و پود قالی را شادی پر میکرد. دختر آخر شبها کتاب میخواند و قالی غرق در قصه های دخترک با هر حظ و هر صفحه جوانه میزد و رنگین تر میشد. بوته های گل گوشه و کنارش میخزیدند و از بوی خوش آنها پرندگان مهاجر هم یکی یکی مهمان این باغ میشدند. کتاب دخترک که تمام شد قالی پر شده بود از گلهای رنگارنگ و پرنده های زیبا و آهوهایی که بهشت را در میان دنیای قالی پیدا کرده بودند. حالا همه می‌دانستند که هیچ چیز به اندازه یک کتاب خوب نمی‌تواند دنیا را به جایی سبزتر و زیباتر تبدیل کند. خب من از همین تریبون میخوام روز مترجم و به همه مترجما تبریک بگم. به خودم تبریک میگم. واقعا ترجمه کردن کتابی که از اون کاراست که علاوه بر صبر و حوصله عشق فراوان میخواد. چون نمیدونم حالا کدوم یکی از شماها که دارین الان این ویدیو رو میبینین تجربهشو داشتین که مثلا چند خطی بنویسین یا کتابم نه حتی مقاله ترجمه کنین. خیلی بالا پایین کردن میخواد، معادله‌های خوب. باید فارسیت هم واقعا به اون همون اندازه این که این زبان مبدأ و مقصدت به یه اندازه خوب باشه. باید کتاب فارسی خوب بخونی تا بتونی انقدر خوب و دلنشین ترجمه کنی که مخاطب که میخونه اون حس ترجمه شدنشو نگیره، یعنی بوی ترجمه نده. و واقعا من خودم حالا خیلی از مشکلاتم و حتی با کتاب خوندن حل کردم. برای تربیت بچه ها حالا از مشاورم سعی میکنم کمک بگیرم، ولی شاید اون موقع حالا کمتر این کارا رو میکردم. به جای اینکه از اطرافیان خیلی بپرسم که تحت تاثیر احساساتشون راهنمایی کنن منو، از کتاب کمک میگرفتم. اگه خودم تو زندگی مشکل پیدا میکردم، یه بار که مامانم یه مریضی خیلی خطرناکی گرفتن و خدا رو شکر خطر از سرشون گذشت سالها پیش، مثلا 15-16 سال پیش. من خود دچار بحران روحی شدم و واقعا به کمک کتاب تونستم خودم رو دوباره برگردونم به زندگی. خلاصه که کتاب خوندن و دست کم نگیرین اصلا. حتی شده روزی 1 صفحه، روزی 5 دقیقه شروع کنین، خیلی خوبه حالشو ببرین. حالا فعلا اینجا رو داشته باشین تا با هم بریم یه سر کتاب فروشی. خب من پیاده را افتادم به سمت این کتاب فروشی. گفتم تو راه یه کمی با هم صحبت کنیم.
اینجا حالا هوای پاییز اومده، یعنی حالا هوا که برگا زرد شدن و خشک شدن و دارن میریزن، ولی هوا گرمه، هنوز باید کولر روشن کنی. نمیدونم چه مدلیه، ولی خب خوبه. الان یه بادی که میاد خوبه. گفتم کمی پیاده بریم و توی مسیرم اگه جای قشنگی دیدم نشونتون بدم. اینجا توی شهر ما از این دریاچه ها خیلی زیاده، مثلا انقدر آفتابه نمیبینه. اینها از این دریاچه ها خیلی زیاده. پشت خونه ها خیلی قشنگه، با صفا صدای فوارش هم میاد و مثلا همین نزدیک خونه ما فکر کنم 4-5 تا از اینا هست، مدل های مختلف. اینجا گل و گیاه هم دیگه حالا هوای پاییزی گرفتن. کدو برای هالووین. حالا راجع به هالووین هم باید یه بار بشیم صحبت کنیم. انقدر که اینجا یه جور دیگه برگزار میکنن، ایران یه جور دیگه است اصلا. ایام مبارک هالووین یه جور دیگه برگزار میشه، خیلی شدید ایرانیش میکنن. خب این برام نشونتون بدم. اینجا حالت سلام از من اینجا حالت دفتر فنی های خودمونو داره، ولی خب پستم میکنن. اینجا چیه؟ اینجا خودم نمیدونم چیه. وی سالن چیه؟ سلمونیه. انقدر که من اینجا سلمونی نمیرم. اینجا جواهر فروشیه. فکر کنین قیافه رو فقط حالا از بحث کتاب اصلا دور شدیم، اشکال نداره، ولی اینجا ساعت و جواهر و اینا داره از بیرون. یعنی ما 5-6 سال اینجا داریم زندگی میکنیم. من پارسال فهمیدم اینجا طلا فروشیه، چون از بیرون اصلا میبینین چقدر بد ترکیبه. بعد توش که میری خیلی بزرگه، چیزاش هم قشنگه. طلای 18 هم داشت، ولی خب گرونه نسبت به ایران، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. اینجا دوناتایی که نیم پس شده داره، نیم آماده. اینجا نوشابه های انرژیزا دیگه بگم براتون. اینجا هم رسیدیم. اینجا لباس چیز داره، لباس هندی فروشیه. اینجا خیلی نوره، نمیدونم مشخصه یا نه. کیف و کفش و لباسه هندی داره که خیلی هم گرونن، چون کار دست روشه. هیچ وقت منم توش نرفتم. خب اینجا رسیدیم به مکان مورد نظر. اینا کتاب و CD فیلم و نمیدونم اینجور چیزا میخرن از آدم. مثلا ما کسی داشته باشه میتونه بفروشه به اینا، حالا کسی دیگه من میخرن دیگه، یه دست دوم میخرن. اتفاقا یه سری کتابای نویان هست که دیگه نمیخواد، من گذاشتم براش که بیارم اینجا، حالا هنوز وقت نکردم. این از بیرونش تا بریم تو. Hi, how are you? Good, how are you? Thank you so much. خب یه ویدیو کلی من بهتون بدم. اینا که چیزایی مال ترسناک، مال همین ایام مبارک هالووین.
اینجا صفحه های قدیمی، صفحه های گرامافون، خیلی قدیمیه. این ور سیدی فروشی، این ور سیدی. من واقعا یکی از آرزوام اینه که اگه اینجا یه کار خوب پیدا میکردم توی مغازه کتاب فروشی یا انتشارات میومدم، ولی هنوز اون کار مد نظرم رو نتونستم. یعنی خیلی هم نگشتم راستش، چون مشغول کارهای دیگه بودم، ولی الان بدم نمیاد که این کار بکنم. یعنی میدونی اگه پولش هم زیاد نباشه حسش خوبه، با عشق و علاقه میام سر کار. الله. خب اینجا ویدیو گیمزه، اینجا کتابای مربوط به ساینس، ریاضی و علوم. اینجا بیزینسه. نمیدونم شما هم مثل من یا نه، اصلا من میام توی همچین جاهایی زمان برام متوقف میشه. حالا یه خورده برم بالای منبر. حالا اونایی که این کارو میکنن که هیچی، ولی اونایی که نه، خواهش میکنم پدر مادرها از بچگی کتاب بگیرین دست خودتون نشین پای تلویزیون و گوشی بعد هی بگین کتاب بخون. بهترین راه اینه که بچه ها دست خودتون ببینن کتابو. من چون کارم کتاب بود، شوهرم همینطور، یه بخشی از خونمونم همیشه تو ایران دیگه، اونایی که منو میشناسن میدونن پر کاغذ و کتاب و دست نوشته و مجله و اینجور چیزا بود. خوشبختانه من پسر بزرگم خیلی علاقه‌مند شد به کتاب. مثلا با 12 سالش که بود داشتیم می اومدیم از ایران، من کتابش داشتم جمع میکردم، شمردم 480 جلد کتاب داشت. اینجا می اومدیم، یعنی اومده بودیم هنوز خیلی کتاب میخوند دیگه، کتابای انگلیسی میگرفت از اینجا میخوند. یه دوره خیلی کوتاهی شد تو کرونا و تو سن تینیجری کم شد، ولی خدا رو شکر دوباره برگشته روی روال، کتابای مورد علاقه خودشو میخونه. فقط یه چیزی که هستش، نباید واقعا مجبور کنین بچه ها رو اون کتابی که شما میگین بخونن. حالا بچه ها، بزرگا، هر کی، مجبورشون نکنین اون چیزی رو که شما میگین بخونن. بذارین خودشون انتخاب کنن چیزی که دوست دارن. مهم اینه که کتاب بخونن، اصلا کتاب آشپزی باشه، هر چی، کتاب رمان باشه، هر کتابی، هر زمینه‌ای که دوست دارن. مهم اینه که مطالعه جزو کارهای واجب روزانه آدما باشه. و اینکه خیلی خوبه، یعنی انقدر فوایدش زیاده نمیتونم بگم، یا شاید اگه میتونم بگم یعنی، ولی نمیخوام کلیشه‌ای باشه یا بالای منبر برم. ولی واقعا بعد از اینکه بشه روتین توی زندگیتون، وقت خودتون کم کم میفهمین. اگه میخونین که به قول بابام فبحل مراد، اگر نه شروع کنین، از کمش هم خوبه. مثل ورزش که خوبه شروع کنین کم زیاد چه، روزی 1 ساعت، نهایتاً هم بشه عالیه. از روزی 5 دقیقه شروع کنین و از فواید بی‌نظیرش بهره ببرین. اینجا کتاب کودکانه. الان میدونی یاد چی افتادم؟ یاد این افتادم که ایران که بودم، خب تون کتاب ترجمه میکردم. کتاب جدید که میومد، یعنی سریع از خواهرم خواهش میکردم که اینجا بود که یه جوری اینو به دست من برسونه. حالا پست مسافر اگه میومد که با مسافر، اگه نه پست میکرد DHL. منم میشستم پاش ترجمه میکردم سریع، چون خدا رو شکر کشور ما که کپی رایت هم نداره. یهو میدیدی 6 تا ترجمه میاد ازش بیرون. برای اینکه زودتر ترجمه کنم دیگه دست به دامنه همه میشدم.
بعد اوایل که اومده بودیم اینجا، یعنی واقعا می اومدم تو کتاب فروشی گریه هم میگرفت که کتاب تا اومد چاپ شد اینجاست، یعنی دم دستته میتونی شروع کنی. ولی خب متاسفانه مسیر زندگی به اون سمته که خب من بشینم اینجا کتاب انگلیسی به فارسی ترجمه کنم که میکنم برای دل خودم یا برای قطع نشدن ارتباطم، ولی خب ازش امرار معاش که نمیشه کرد دیگه. اون حسه رو، یعنی دلم میخواست که اینجا اون بازار رو داشت که من میشستم کتاب میومد سریع ترجمه میکردم، از اون راه کارم یعنی اون می بود، نه اینکه سایت جابم باشه دیگه. همیشه همینه دیگه، همه چیزو نمیشه با هم داشت. Jacinda, we have conference by counter. Jacinda. اینها اینجا نوشته sell your book here. کتابات اگه بخوای بفروشی اینجا باید بری. این دفتره چقدر خوشگله، این 40 تیکه است جلدش. خلاصه اینم از این. اینا میدونید چیه؟ چه بامزه است. اینا از این چراغ مطالعه است که بالای کتاب میزنی، شکلهای مختلف. چیز خوبیه، تا منم لازم دارم یه دونه. خب اینم از ویدیوی امروز من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه از ویدیوهای من لذت میبرین لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره، به دوستاتون معرفی کنین. ممنون که منو حمایت میکنین. وقت خوبی داشته باشین. خداحافظ.